روزی خود توجه کنیم، به رزق خود توجه کنیم، به سواری خود توجه کنیم، به لباس خود توجه کنیم. رسول الله فرمود رب اشعث اغبر، مردی از غبار آلود سفر حج میره، سفرهای جهاد هم میره، سفرهای دینی هم به زعم خود میرود. اشعث اغبر، ظاهرش خیلی صالحه، دستش به دعا برمیداره، با آنکه دعای مسافر قبول میشه، ولی ملبسه حرام، لباسش حرام، ماکله حرام و غذایش حرام، غذی بالحرام، به حرام تغذیه شده. انا یستجاب له، چطوری دعای این قبول میشد؟ ملتی که حلال خار، امام غزالی میگوید این ملتی که پایبند حلال، حقوق را رعایت میکنه، حرام را اجازه نمیدهد که به حیطش بیاید، این ملت اساسش محکمه، این خانواده محکمه.